سلام. هر دوتا مفتولتون رو روی همدیگه قرار بدید، همونجور که میبینید با اتو فشار بدید و قسمت اضافهش رو کات بزنید. بعد دونه دونه مفتولایی که با همدیگه جفت کرده بودید رو از لبه بالای کیک با آب بچسبونید و نوبت میرسه به ایجاد اون گره. برای این کار فوندانتتون رو یک مقدار خیس کنید و یک گره ضربه دری شکل همونجور که بهتون نشون دادم ایجاد کنید. دونه دونه اون مفتول هایی که به هم دیگه چسبونده بودید رو با فاصله کاملا مساوی روی لبه کیکتون بچسبونید که چشمهای تورتون کوچیک و بزرگ نشه. این کار رو تا آخر ادامه بدید و گره بعدی رو همونجور که میبینید ایجاد کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. این پست رو ذخیره‌اش کن و لطفاً برای بقیه